الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز موضوعی که پیشکش شما میکنیم دوستان عزیزان درباره عذاب قبر است. یکی از دهشت ها، یکی از موضوعهایی که مؤمن از شنیدن این سخن باید یک دیگرگونی در زندگی خود ایجاد کند، باید که اندیشه کند، به خاطر که شاعرم میفرماید در سخنهای گوهربار خود اندیشه زی مرگ مصطفی باید کرد، شادی و طرح جمله رها باید کرد، او با عزت و شرف خود باقی نماند، ما را طمع خام چرا باید کرد. در وصف جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم این شاعر میفرماید هم تا پیامبری که خداوند دنیا را به خاطر او خلق کرده بود، الله متعال او را بهترین مخلوق آفرید، الله او را جانش گرفته چیکار کرد؟ به قبر روانه کرد. او هم رسول الله صلی الله علیه و سلم هم زیر قبر شید، داخل خاک خنک شید. به همین خاطر دوستان من شما هم روز از روزها این دنیا را ترک میکنیم، داخل قبر میشیم و بیا یک نظر کنیم، یک اندیشه کنیم که پیامبر برای عذاب قبر چی میگه. پیامبر میگه اگر دهشت قبر نمی بود، در حدیث های مبارک میگه اگر عذاب قبر دهشت نمی بود، عذابش سختتر که نمی بود، از خدا میخواستم که تا اینکه عذاب قبر را به امتانم چکار کند؟ برساند، یعنی نشان بدهد عذاب قبر که دهشت که هست. به همین خاطر غیر انسان و جن دیگه همه مخلوقی که از حیوانات است درد عذاب دهشت اون و عصر داد گریانی که صاحب قبر میشنود، صاحب قبر میکند، همه مخلوقات میفهمند مگر انسان و جن نمیفهمند. به همین خاطر برادران عزیز کوشش کنیم که این قبر که خداوند ما را داخل اون میکنه چیکار کنیم؟ مبدل به جنت کنیم. یک نظر به تاریخ اسلام کنیم که عثمان غنی که پیامبر او را در زندگیش جنتی گفتگی بود. اگر خطا نکنم در جنگ تبوک آنقدر خیر سخاوتی که عثمان رضی الله عنه کردگی بود، پیامبر او را در زندگیش جنتی گفتگی بود. نه که همون عثمان وقتی که به قبرستان نظر میکند گریان میشود، میگریست. نه گفتن یا عثمان هر وقتایی که از جنت و دوزخ صحبت کنن تو گریان نمیشه، تو گریه نمیکنی، هر وقتایی که قبر نظر کنی گریان میشه. گفت این قبر برای بعض انسان ها روضه من ریاض الجنه میشود، برای بعض انسان ها حفت من حف النار میشه، و بعض انسان ها این چاه از چاه های دوزخ میشه. این قبر نگاه که اون کسی را که پیامبر در زندگیش جنتی گفتگی بود از قبر چی گونه میترسی، چه اشک میریخت که برای بعض انسان ها میگفت این قبر چی میشه؟ جنت میشه، و برای بعض ها دوزخ از دوزخ ها میشه. به همین خاطر برادران عزیز یک نظر کنیم که این قبر روز از روزها خانه من تو میشه. به همین خاطر عایشه مادرمون میگه رضی الله عنها که پیامبر از عذاب قبر پرسیدم، گفت عذاب قبر حق است. و نگاه کردم پیامبر در دنبال هر نمازی که میخوند بعد نماز این دعا را میکرد، خدایا من به سوی تو پناه میبرم از عذاب قبر، ای سوزش درد دوزخ تو پناه میبرم یا الله. به همین خاطر برادران هر کجا که باشه چیکار کنه؟ بعد هر نماز هم دعا کنه و هم کوشش کنه که عمل نیک در دنیا کنه که تا اینکه قبرهای من شما روضه از روضه های جنت شود. به خاطر که هر چیزی که نفس داره اون جان داره مرگ میچشه. به همین خاطر روز از روزها این دنیا را ترک میکنیم، داخل اون قبر میشیم. مولوی جنونی هم چی زیبا در شأن این عذاب قبر میفرماید، ذکرم آن که رو تابد به دنیا، کسی که در دنیا از ذکر طاعت پروردگار رو میپیچه، میگه ولی وقتی عشرت جوانی
خورده گشتن در کره طاعت بندگی را بمیکنی. همون را مولای میگه که زی ذکرم آن کی رو تابد به دنیا به فردا حشر خیزد زیست اعما. فردا روز قیامت میخیزی کوری نابینایی رود هم قبیزه بیاسه زی زیری خاک خیزد دیدهش کور سیاه گشته دلش چون لیل به نور. کند ناله همان بنده به مولا که حکمت چیست چشمم را کرده اعما. به دنیا داشتم دو چشمی روشن بکردی کورش ای دارنده من. این ناله و این فیغان بنده به سوی پروردگار مینا. آخی منم دو چشم داشتم خدایا منم تاجیک بدم آخی منم همی الحمدلله میگفتم آخی این چی روزه که منم کور کردی منم نابینا کردی منم به یک روزی دهشت وردی. الله در جواب بنده چی میگه؟ خدا گوید ای مخلوقی نادان به دنیا دادم نعمت فراوان بدادم دست و پا و چشم بینا دلی داناست زبانی ساز و گویا. امر کردم تو را به ذکر گویی زی دشمن اعتراض و دوست جویی. به دنیا کرده ای ما را فراموش منم اینجا سازم تو را فراموش. وقتی با فراموشی الله که گرفتار کشیده حال تو را اما الله میدونه دیگه هیچ کس نمیدونه. به همین خاطر برادران کوشش کنیم که پیش از این که خداوند ما را داخل اون قبر کنه یک اندیشه کنیم یا تحمل کنیم یک فکر کنیم برای داخل قبر خدا.